اتاق تجارت در استراباد. استراباد در طول تاریخ اقتصادی مبتنی بر کشاورزی داشته است. تجمیع ثروت حاصله از تولیدات کشاورزی این منطقه را به یک مرکز مهم تجارت و بازرگانی تبدیل نمود. تجارت وسیع و چشمگیر ما بین استراباد که بعدها گرگان نام گرفت با همسایگان شمالی در زمینه‌های مختلف و از طریق راه‌های ارتباطی بندر گز، گومیشان و بندر ترکمن صورت می‌گرفت. این مرکز مهم تجاری در مسیر جاده ابریشم بیش از 200 سال قدمت دارد و سابقه فعالیت منسجم بازرگانان این منطقه به سال 1300 شمسی باز می‌گردد و در سال 1311 با تأسیس اتاق تجارت انسجام آن کامل می‌شود. امروزه با فراگیر شدن فعالیت‌های بازرگانی مدرن در فرایند جهانی شدن، مرزهای تجاری مابین کشورها از میان برداشته شده و مراکز بزرگ تجاری در جهان می‌کوشند با تجمیع امکانات و تسهیلات مورد نیاز در زمینه بسط و توسعه تجارت در سراسر دنیا به ایفای نقش بپردازند. در ایران میان فعالان عرصه تجارت نام شرکت رامپارت پیشرو نامی آشناست. شرکتی که از درون آن شرکت توسعه برج‌های سرمایه ایران متولد شد. عمده فعالیت‌های این شرکت در حوزه‌های زیر تعریف شده است: تجارت و بازرگانی بین‌المللی، عاملیت شرکت‌های معتبر خارجی، سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سراسر کشور، ایجاد تسهیلات و امکانات مورد نیاز تجار و صاحبان صنعت برای حضور کیفی در عرصه‌های داخلی و خارجی. به عبارت بهتر، شرکت توسعه برج‌های سرمایه ایران با تکیه بر دانش تجاری، بومی و بین‌المللی خود در بخش‌هایی از توسعه تجارت که خلأ دانش و سرمایه وجود دارد وارد شده و دانش، تجربه مدیریتی و امکانات سرمایه گذاری خود را در اختیار توسعه تجاری قرار می‌دهد. اینک استان گلستان شاهد آن است که شرکت رامپارت پیشرو با بضاعت خیش یکی از ساختمان‌های تجارت و بازرگانی خود در سطح کشور، یعنی برج سرمایه را به عنوان مرکز تجارت و بازرگانی گرگان و نمادی از تمایز و ماندگاری خدمات برتر در این دیار در خدمت به توسعه تجارت استان به کار می‌گیرد. مرکز تجاری و مجهز برج سرمایه گرگان فرصتی برای ایجاد تحرک و پویایی در امر تجارت استان در ارتباط با کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان شمالی محسوب می‌شود. برج سرمایه، مرکزی با امکانات ویژه تجاری برای حضور فعال در بازرگانی جهانی، نظیر وجود شعب بانک‌های دولتی، خصوصی و صرافی، تلفن بین‌المللی اینترنتی، خدمات تشریفات بازرگانی CIP، مرکز اطلاع رسانی، امداد، نمایشگاه و فروشگاه‌های الکترونیکی، خدمات توریسم تجاری، خدمات پیک، پست و تلفن همراه، خدمات پلیس به علاوه 10، خدمات حمل و نقل،
خدمات منشیگری عمومی طبقات اداری، خدمات معرفی و تبلیغات داخلی در برج، پورتابل مرکزی و اتوماسیون اداری برج. برج سرمایه بلندترین سازه گلستان با 77 متر ارتفاع و اولین مرکز اختصاصی تجارت و بازرگانی گلستان با حضور شرکت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. اولین مرکز تجارت و بازرگانی کشور با فقط یک شماره تلفن شامل 1000 خط با انحصار شماره تلفن 2020 در سراسر کشور. اولین برج از شبکه برج‌های سرمایه در شهرهای مهم کشور که برای گرگان تدارک دیده شده است. اولین مرکز تجارت و بازرگانی با قابلیت تلفن ماهواره‌ای. اولین ساختمان گرگان با امکانات فیبر نوری آماده به کار و اینترنت اختصاصی. اولین مرکز ارائه دهنده اینترنت بیسیم گلستان به صورت شبکه شهری. اولین ها در سازه. اولین ساختمان دارای حفاظت 24 ساعته و قفل‌های ضد سرقت. ساختمانی در حکم بزرگترین گاف صندوق استان. اولین سازه پیچ و مهره‌ای تیرفلنج در استان. اولین سازه مقاوم در مقابل زلزله تا مقیاس 8 ریشتر. اولین ساختمان دارای سیستم تصفیه آب آشامیدنی. اولین ساختمان دارای سیستم اطفای حریق خشک و تر. برج سرمایه و امکانات: برخورداری از دیزل ژنراتور تمام خودکار و تأمین برق تمامی برج در زمان قطع برق شهری. بهره‌مندی از آیفون‌های مرکزی و سیستم صوتی با کیفیت در تمامی طبقات. دارای پیشرفته ترین دوربین‌های مداربسته با ضبط 24 ساعته. تأمین گرمایش و سرمایش برج به کمک 2 چیلر و 3 دیگ بخار مرکزی و سیستم تهویه مطبوع با فعالیتی 24 ساعته. 4 پله برقی پرظرفیت و هوشمند. 2 آسانسور پرسرعت. پارکینگ عمومی موقت برای رفاه مشتریان واحدها. نمونه دیگر از برج‌های تجاری در ایران پهناور، برج سرمایه. واحدهای اداری و خدماتی در فضاهایی از 52 تا 114 متر مربع. واحدهای تجاری در فضاهای 3 تا 140 متر مربع. نمای تمام کامپوزیت با بهره‌مندی از ایمنی نما و شیشه دوجداری مقاوم به ضربه، عایق در برابر صدا، گرد و غبار، گرما و سرما. و افزون بر تمامی اینها برج سرمایه با زیباترین چشماندازها که در 180 درجه زاویه دید گسترده شده، رویایی از یک ساختمان تجاری را جلوه‌گر می‌سازد. اما این یک رویا نیست، حقیقتی است درخشان در پیش چشمان شما. در ایران، گلستان، گرگان، برج سرمایه، خدمات برتر، تجارت برتر.